در قصر ورزشی شهر خوجند مسابقه ولایتی اوید با صنعت محاربات آمیخته بین نورسان تا 17 ساله برگزار شد. رهبریت ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوق و نمایندگان فدراسیون صنعت محاربات آمیخته کشور ضمن سخنرانی خود از توجه حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت رشد و عمومیت ورزش و ترغیب طرز حیات سالم در جامعه یادآور شده قید نمودند که ورزش در کشور ما سال از سال رشد و رواج یافته صف دوستدارانش می‌افزاید. نمود صنعت محاربات آمیخته نیز در برابر دیگر نمودهای ورزش رشد و رواج یافته کودکان و نورسان و جوانان به این نمود شوق و هوس بی‌اندازه دارند. صنعت محاربات آمیخته در ولایت سوق خیلی رشد رفته ایستاده است. سال گذشته زیاده از 400 نفر بودند، این سال باشد زیاده از 650 نفر اشتراک کرده ایستادند. این گواهی آن را می‌دهد که صنعت محاربات آمیخته در جمهوری تاجیکستان و خاصتاً در ولایت سوق رشد و رونق یافته ایستاده است. ما کوشش میکنیم که بیشتر کودکان، نورسان، جوانان و کلانسان را به این نمود ورزش جلب نماییم. در مسابقه ولایتی اوید با صنعت محاربات آمیخته نزدیک 700 نفر نورسان تا 17 ساله از تمام منطقه‌های ولایت اشتراک و مهارت سنجی کرده برای دریافت مقام‌های فخری تلاش کردند. من در طلای ورزشی زرافشان 3 سال است که در همین نمود ورزش مشق میکنم. این روز مسابقه ولایتی میخوام جای اول را گیرم. کوشش میکنم در مسابقه بین‌الخلقی اشتراک کرده پرچم تاجیکستان را بالا بردارم. و من این نمود ورزش خیلی مقبول است. بلال قلندروف 7 سال می شود که در شهر خوجند در این نمود ورزش مشق و تمرین می نماید. با اندیشه او مشغول شدن با ورزش به سلامتی کودکان و نورسان فایده دارد و آنها وقتی که با ورزش مشغول می شوند سالم و جسور و ناترس به وای می رسند. 7 سال می شود که در این نمود ورزش مشق میکنم. این نمود به من خیلی معقول است. من میخواهم که در آینده در مسابقه‌های جهانی اشتراک کرده پرچم تاجیکستان را بلند بدارم. وقتی که ما به این نمود مشق میکنیم ما جسور میشیم، ناترس میشویم، حمایت کرده میتوانیم رفته با سری بلند خدمت میکنیم. مورد به ذکر است که این نمود با تشبث فدراسیون صنعت محاربات آمیخته تاجیکستان سال از سال در حدود کشور رشد و رواج یافته صف دوستدارانش بیشتر گردیده ایستاده است. ورزشکاران تاجیک در این نمود بارها در مسابقه‌های سطح بین المللی و جهانی پرچم کشور عزیزمان را بالا برداشتند که این نتیجه همین توجه و دستگیری‌های مسئولین ساحه نسبت رشد و عمومیت ورزش میباشد.